درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، کلی انرژی خوب داشته باشید. امروز اومدم کشک بادمجون درست کنم که میدونم همه دوست داریم دیگه کشک بادمجون. لایک کنید ویدیو رو، تا آخر ویدیو هم همراه هم باشید که همه این نکاتش رو بگم که چقدر خوشمزه میشه، چه جوری خوشمزه میشه کشک بادمجون در اصل. بعدش بریم با هم ویدیو رو نگاه کنیم. خب دوستان، من بادمجونا رو قبلش نمک زدم، 1 ساعت نمک زدم گذاشتم و شستم، پوستشون رو گرفتم خورد کردم، بعد همه رو نمک زدم، 1 ساعت تو نمک موندش، نمک خالص، تو آب نمک نذاشتم، میتونید تو آب نمک بذارید. بعد از 1 ساعت شستمشون، بعد گذاشتم آبشون رفت. حالا شروع میکنم سرخ کردن بادمجونا. نمک که میزنیم به بادمجونا باعث میشه تلخی بادمجونا گرفته بشه، باشم روغن کمتر مصرف کنه. حالا میذارم روغنم داغ میشه و بادمجونا رو سرخ میکنم توی روغن. توی روغن فراوان دارم سرخ میکنم بادمجونا رو، به خاطر اینکه اینجوری روغن خیلی هم کمتر میکشه به خودش. بعد بذارید کامل یه طرف بادمجون سرخ بشه، بعدم برشون گردونید طرف دیگه‌اش. نه هی تون این ور اونورش نکنید، چون بازم روغن خیلی بیشتر جذب میکنه به خودش. وقتی میذاری یه طرفش کامل سرخ میشه، خیلی کمتر جذبش میشه روغنش. اینا رو اینجوری سرخ میکنم، بعد دیگه همه رو که سرخ کردم میذارمشون کنار. خب دوستان، بادمجونا رو همه رو سرخ کردم، میذارمشون کنار. میبینید مایتابم روغن داره، البته روغن اضافه کردم. شما هر کاری کنید بادمجون روغن یعنی زیاد مصرف میکنه بادمجون. حالا تو همین روغنی که هست، روغنم اصلا نسوخته، به خاطر اون اگه روغن تو سوخته بود حتما روغنش رو عوض کنید. حالا یه دونه پیاز درشت رو ریز خورد کردم، نگینی میریزم توی همون روغن، میذارم تفت بخوره و خوب سرخ بشه. بذارید خوب سرخ بشه پیازتون، اجازه بدید حسابی طلایی بشه. پیازم سرخ شدش، ببینید طلایی شد. نذارید خیلی خام بمونه، که این برای کشک بادمجونه باید به شیوه کشک بادمجون اصیل درست بشه. یه قاشق چایخوری سرپر بهش زردچوبه اضافه میکنم، یه کوچولو تفتش میدم، اندازه 10-15 ثانیه با زردچوبه تفتش میدم. خوب که تفت خورد، بهش 2 تا قاشق غذاخوری برای 2 کیلو بادمجون، 2 تا قاشق غذاخوری نعنا خشک اضافه میکنم، اندازه 30 ثانیه هم نعنا رو تفتش میدم. خب خیلی نباید نعنا تفت بخوره، حواستون باشه دوستان، چون تلخ میشه، میسوزه نعنا زود. 15 ثانیه، یعنی اینا همه دیگه ثانیه‌ایه، حواستون رو جمع کنید. اندازه 15 ثانیه که تفتش دادم، خب بهش سیر اضافه میکنم، 3-4 حبه سیر رنده شده درشت بهش اضافه کنید. من روغن اضافی بهش نمیزنم الان تو ظاهری خشکه، ولی روغن اضافی نمیزنم چون بادمجونم روغن داره حسابی، به خاطر اون دیگه بهش روغن اضافه نمیکنم. خب حالا زمانایی که گفتم همه تو همون زمانا من همه رو تفت دادم، بهش 1 لیوان آب اضافه کنید. خب حالا بادمجونایی که سرخ کردم رو بهش اضافه میکنم. بعد بهش 1 قاشق مرباخوری هم نمک اضافه میکنم. زیاد بهش نمک نزنید بچه‌ها، چون قراره که آخر سر بهش کشکم اضافه بشه. اگه دوست داشتید میتونید اولش هم اضافه نکنید نمک رو. من چون مطمئنم از کاری که دارم میکنم، به خاطر نمک رو الان بهش اضافه کردم. ولی اگه فکر میکنید که خیلی شورش میکنید، نکنید، نمک رو اضافه نکنید، آخر سر بچشید، نمکش کم بود بهش اضافه کنید.
حالا همه مواد کشک بادمجون رو یا با گوشتکوب دستی یا با گوشتکوب برقی پوره کنید و لهش کنید. خب دوستان کل مواد کشک بادمجونم رو با هم دیگه له کردم. حالا درش رو میذاریم نیم ساعت با حرارت خیلی خیلی ملایم میپزه. دقیق نیم ساعت بذارید بپزه که این کامل مغز پخت بشه. طعم همه نعنا و سیرداغ همه به بادمجونا در بیاد. این خیلی مهمه، جا افتادن کشک بادمجون از اون فوتای کوزه‌گری کشک بادمجونه. حرارت کم میکنم، درش هم میذارم تا نیم ساعت دیگه که بقیه‌اش رو با هم دیگه کار کنیم. خب دوستان گذاشتم نیم ساعت کامل پخت. حالا بهش 3-4 تا قاشق غذاخوری کشک اضافه میکنم. هم بزنید. کامل باید جا بیفته کشک بادمجون، حتما بذارید زمان پختش کامل بشه تا یک کشک بادمجون خوشمزه داشته باشید. یه قاشق دیگه هم بهش میزنم. بعد از اینکه کشکو بهش اضافه کردید، دوست داشتید میتونید اندازه 2-3 تا قاشق غذاخوری هم گردوی خرد شده اضافه کنید. این گردوی خرد شده تو رسیپی اصلی کشک بادمجون هستش. خب اکثرا استفاده نمی‌کنن ولی خب تو رسیپی اصلی هستش، منم میریزم که خیلی هم خوشمزه تر میشه. پس که کشکو اضافه کردیم دوباره درش رو میذارم 10 دقیقه با حرارت ملایم دوباره با کشک بپزه. بعد از این که با کشک پخت 10 دقیقه زیرش رو خاموش کنید، 10 دقیقه دیگه درش رو باز نکنید تا کامل جا بیفته. بعد بکشید توی ظرف و سروش کنید. خب دوستای خوبم، امروزم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. یک کشک بادمجون فوق العاده خوشمزه. همه دوست داریم کشک بادمجون رو، اینو میدونیم. ایرانی‌ها اکثرا دوست دارن کشک بادمجون. بعد همه نکاتش رو گفتم، یعنی هر چی که باید میگفتم رو گفتم. اگه چیزی فراموش کرده باشم یا اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید. تو اولین فرصت جواب کامنت ها رو میدم. سر کار میرم، به خاطر نمیتونم هر زمان که دلم بخواد کامنت ها رو جواب بدم، ولی تو اولین فرصت حتما جواب میدم. سابسکرایب کانالم یادتون نره، مشترک کانالم بشین، لایک کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. دوستتون دارم. ویدیو بعد هم دیگر میبینیم.